میخوایم بریم ببینیم بچه‌ها توی سالهای اول دبستان مخصوصا کلاس اولیه چی لازم دارن توی آلمان. ببخشید که دیر شد. اول از همه احتیاج دارن به یه همچین چیزی به وزن 990 گرم. با همین دفعه باز اجازه ندارم با کوله پشتی معمولی برن مدرسه و حتما باید اینا رو تهیه کرد و قیمتش هم باید بگم که بالاست. خب حالا چیزایی که توش داره 100% جامدادی داره، مدادم کلی توش داره، ولی من مداد رو عوض کردم چون لیو چپ دسته. حالا چی گرفتیم؟ این برند رو گرفتیم که هم برای چپ دستا داره هم برای راست دستا و برند خوبی هست. حالا همه چیزایی که اینجا هست شما باید اسم گذاری کنید و میتونید توی آمازون برید بگردین، سفارش میدین، اسم بچه‌ها رو می‌نویسین، مثلا بسای 100 تایی میاد یا حالا 50 تایی، بسای 200 تایی هم هست. ما سفارش میدین. قیچی هم فیبر کاسل گرفتم هم برای چپ دستاست هم برای راست دست ها. و توی کیف هست یه دونه دیگه از اینا، یه دونه یه دونه کیف ورزش هست که حالا بچه‌ها کفش ورزشی و اینا میذارن توش و دکمه داره میچسبه به همین کیف بزرگ و سنگینشون. یه دونه همچین چیزی باید توی کیف باشه که هر روز یا حالا یکی در میون چند روز در میون معلم یه سری چیزا برای والدین مینویسن که هر روز باید اینو باز کنی ببینی مثلا پیام جدیدی از معلم اومده یا نیومده. همراهش بوده. خب حالا چون یا الان توی فاز ماینکرافت هست ما اینو جدا برش خریدیم، یعنی جدا میتونین چیزایی که بچه‌ها دوست دارن رو بخرین، ولی بچه‌ها که رسیدن توی مدرسه بردارن بذارن توی کیفشون. همینجا میتونین بچسبونین، دو تا هستش، همین که اون بالا، ولی بذارن توی کیفشون چون یا دزدیده میشه یا اینکه گم میشه، چون قشنگ راحت یکی پشتش باشه برمی‌دارین جدا. این کمری که اینجا می‌بینین خودش یه دونه داره، من اینو جدا خریدم، یعنی این در میاد میتونی عوض کنی که این میچرخه و میتونن بچه‌ها خودشون سایز رو تنظیم کنن و لیستم داره. خراب شد. چیز مهم دیگه ای که می‌خواستم بهتون نشون بدم، توی لیستی که دادن حتما می‌نویسن که چیزایی که می‌گیرین برند خوب باشه، که پلیکان از همه برندها بهتره، یعنی معقول‌تر هم هست قیمتش. و ما اینو از پارسال داشتیم. خوبیش اینه که می‌تونی اینا همه استفاده شده بود. در آوردم، شستم، یه دونه دیگه خریدم و اینا رو دوباره گذاشتم این تو، عوض کردم چون این دو طبقه است. من یه طبقه‌شو گرفتم، اینا رو دوباره برای لیا عوض کردم و حسابی تمیزش کردم. دیگه برندهای خوبی که بود رو بهتون گفتم. شولچوتن که یه چیزی هست که بچه‌ها سال اول توش براشون کادو میذاری و میبرن با خودشون، اون روزی که جشن مدرسه است میبرن با خودشون و براشون کادو میذاری و کلی خوشحال میشن. این هم برند استپ بای استپ گرفتم و همونجا که گرفتیم دادیم براش اسمش هم نوشت، توی شب روشن میشه. حالا بعد اینکه مثلا جشن تموم شه بچه‌ها میتونن چیزایی که خیلی دوست دارن رو توی این بذارن توی اتاقشون و دیگه شروع شد دیگه. اگر که دیدین بچه‌ها یه ذره رفتارشون عوض شده، یه ذره عجیب غریب شدن و اینا، طبیعیه، چون که از یه تایمی که همش خیلی مثلا بهشون رسیدی دارن میرسن به زمانی که دیگه بعد خودشون رو پای خودشون تقریبا وایسن و براشون یه ذره سخته.